حالا در اینجا برآمد کنندگان درباره کار و فعالیت رئیس مجلس ملی رستم امامعلی گپ زدید. نکن در اینجا آخران دپوتات رئیس شهری سراوشان یک تا نامبر کردی چه انشاءاتو ساخته است. بعد از نو انتخاب شدن باید 2 برابر این زیادتر انشاءات و آبادانی پایتخت باید بیشتر گردد. این زمانی گذشته برای پایتخت کردن با 100 سالهای دیگر زحمت کشیدند. کمونیکاسیا تنها کمونیکاسیای پایتخت مملکت به سطح استانداردهای بین‌المللی گرداندن این 10 سالها زحمت و مبلغ را طلب میکنه. دیگه در این کار رهبران ولایت‌ها، شهرنایات، ساختار و مقامات‌ها باید از این کار یکم که ما هراس نداشته باشیم. دویمش که کار نوشتگی در دنیا نیست. تکیه به صاحب کارا در یک جایگی می شود هر یک گوشه کنار مملکت را آباد کرده، تازه آزاده کرده. مخصوصا من در جلسه آخری حکومت سپارش دادم با در نظر داشت قبول قانون نو درباره استفاده قوه برق و با در نظر داشت اوضاع جامعه جهانی ما هیچی را پیشگویی کردن نمیتوانیم. یگان سیاستمدار پگاه چی واقعه را میدید. برای همینم از حال و احوال هر یک عائله در آمده هم قانون را شناس میکنید، امضا میکنید، هم نزد حولیگی را میبینید، هم جای اقامت را میبینید، جای زیستشان را میبینید، خانه کاشانه شان را میبینید. هم سپارش میتید خانه و در خودش به ترتیب در آورد. همین طور محل دهاتی خودش، شهرکی خودش، ناحیه خودش تازه و آزاده کرده میتونیم. این مبلغ زیاد در کار نیست. این آداب است، مدنیت است. این یک چیزی معمولی باید باشد. در فرهنگ ما همین طور است. من به همین باید نگاه کرده. اونایی که با طریق انتخابات شدن، اونایی که من تعیین کردم، اونایی که امروز ما رازگی دادن به حیث معاون اولی رئیس مجلس، معاون رئیس یا که وکیل مجلس ملی، این باعث افتخار است. این بازپس گرداندن در کار با مردم. وظیفه من از رهبر دولت سرکار پرزیدنت تا همه خدمتچیان دولتی این خدمت به خلق کردن است.